now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. I waited for you in the passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. سلام، خوش اومدین به یه لایو دیگه از سرگرمی. من عرفان خرسند هستم به همراه فرزین شمسی عزیز که پشت صحنه است و شما نمیبینیدش ولی هست، حضورش احساس میشه. نریمان هم هست البته که حضورش خیلی بیشتر احساس میشه و عشق جفتتون جاتون اینجاست. خب بگذاریم، اخبار زیاده. هفته‌ای که پیش رو داریم هم احتمالاً خبرای این چنینی که الان واسهتون میگم زیاده که خبرای تأخیر هستن. متاسفانه فصل تأخیر شروع شده و هی فرد و فرد داریم تأخیر میبینیم دیگه. از فیلم بگیر تا سریال بگیر تا بازی هی دارن تأخیر میخورن، تخفیف هم میخورن. آره اونم درست داریم. ولی حالا قبل از اینکه بریم سراغ خبر تأخیر و اینا، یه خبر جالب داریم از آقای نیل دراکمن که اگر نمیشناسینش، ایشون کارگردان لاست‌آف و آنچارتد 4 هستن و الان هم که شدن رئیس استودیوی ناتی داگ و کلا خیلی آدم خفنی. اگه نمیشناسینش بدونین که خیلی آدم خفنیه توی صنعت بازی. حالا ازش پرسیدن که آقا شما اگه دوست داشتی یه بازی رو به انتخاب خودت بسازی، حالا ریمیک کنی یا از روی فیلمی اقتباس کنی، هر چی رو انتخاب میکنی؟ اینو تو توییتر ازش پرسیدن و یه جواب باحال داره. 5 تا مجموعه رو نام برده که دوست داره ازشون بازی بسازه. اولیش پانیشره. پانیشر اگه نمیشناسین یکی از ابرقهرمانای مارول که سریالش تقریبا یه سال پیش بود که کنسل شد، از نتفلیکس پخش میشد و تا الان یه فیلم و یه سریال ازش منتشر شده. خیلی کاراکتر باحالیه و کلا انگیزش انتقامه، میخواد که انتقام مرگ خانواده‌اش رو بگیره از قاتلینشون و این اول انتخابش بوده. انتخاب دومش هاف لایف بوده از مجموعه بازی‌های والو که الان یه 100 سالی هست که منتظر قسمت سومش هستیم و احتمالاً یه 100 سال دیگه هم باید منتظر بمونیم. و آقای دراکمن گفته من دوست دارم که یه بازی از این مجموعه بسازم. گزینه سومش گوست رایدر بوده، باز همین که دیگه از ابرقهرمانای مارول که فیلمش و بازی نیکولاس کیج احتمالاً دیده باشین. هاتلاین میامی که یه بازی مترویدوینیای خیلی باحاله و گزینه پنجم کوبوی بیباپ رو نام برده و خیلی جالبه. کلا انتخاباش خیلی غیر منتظره بود. میگم مثلا آدم فکر میکنه یه بازی داستان محور خیلی خفن مثلا لورد آف د رینگز چیزی میخواد بسازه ولی نه، پانیشر انتخاب اولش. این بود از انتخابای آقای دراکمن. یه خبر دیگه درباره ناتی داگ هم داریم، اونم اینه که یکی از آرتیستای این استودیو به اسم آقای هیونگ نام 3 آرت ورک منتشر کرده از کارهای خودش که خیلی فضای جالبی دارن
و توی حالت قرون وسطایی و فانتزی و ایناست و حالا عکساشو توی سایت سرگرمی میتونین ببینین که یکیش مثلا یه خانومه از جون نشسته رو کله اژدها و خیلی جالبه. میگن که شاید این نشونه بر این باشه که بازی بعدی ناتی داگ یه بازی که توی دوران قرون وسطا و کلا تو حال و هوای فانتزی جریان داره و خیلی چیز جالب میتونه باشه، چون این چیزی که ما از ناتی داگ دیدیم دیگه، لاست آف اس پارت 2 آنچارتد و اینا، بخواد بازی قرون وسطایی بسازه دیگه چه شود. این دوتا خبر اولم بود از استودیوی محبوب سونی. بریم سراغ اخبار تأخیر دیگه، رگباری همینجوری اخبار تأخیر داریم. اولین خبر متاسفانه فیلم نو تایم تو دای ظاهرا نمیخواستش واگذار کنه، بیخیال شه، ولی نه الان خیلی سفت و سخت داره مقاومت میکنه و هی داره عقب میندازه دیگه. ببینیم حالا ان که تا موقع زنده باشیم بتونیم آخرین بازی دنیل کریگو در نقش 207 ببینیم. خبر بعدی هم خبر تأخیره، فیلم گوستباسترز افتر لایف که ادامه ریبوت این مجموعه است، ریبوت ناموفق و بسیار بده گوستباسترز، اونم تأخیر خورده، افتاده 21 خرداد 1400 یعنی بهار سال آینده. گوستباسترز افتر لایف همونجوری گفتم ادامه ریبوتشه که ریبوتش متاسفانه خیلی با استقبال منتقدین و مخاطبین مواجه نشد، ولی خب گوستباسترز خیلی مجموعه پرطرفداری، خیلی قدیمیه. بعد ببینیم که حالا قسمت دوم ریبوتش چیکار میکنه. و تاریخ اکران بعدی که تأخیر خورده از آنچارتد هست. کلا سونی تمام فیلماشو عملا تأخیر زده و فیلم آنچارتد هم برای نمیدونم انومین بار نزدیک 10 سال در دست ساخت بود فقط. یعنی من نمیدونم چی کار کردم، ولی خب تا وقتی که تام هالند اومد شد بازیگر نقش نیتن دریک و بعدش هم که آقای مارک والبرگ اومد و همه چیش دیگه سر و سامون گرفت، کرونا شد و الان تأخیر خورده تا 22 بهمن 1400 و میفته یه سال دیگه، بیشتر از یه سال دیگه. آره یه سال بعد منتظر باشین تا تام هالند جوان رو در نقش جوانی‌های نیتن دریک ببینیم. هنوز تموم نشده. خبر بعدی اونم تأخیره و یه فیلم دیگه از سونی، فیلم موربیوس که در واقع یکی از کاراکترهای مارول ولی به ام سی یو ظاهرا ربطی نداره، یه چیز تو مایه ونوم. اینم تأخیر خورده. این جالبه، خیلی جالبه که تو 10 روز 2 بار تأخیر خورد. یعنی ما همین 10 روز پیش خبرشو کار کردیم که تأخیر خورده، الان دوباره تأخیر خورده، افتاده واسه کلا واسه 2022 و اول بهمن 1400 منتشر میشه. آقای جرد لتو هم بازی میکنه توش، همونجوری که الان دارین تصویرشو میبینین. جرد لتو اگه نمیشناسین که من واقعا براتون متاسفم، اگه که میشناسین دمتون گرم. فرضین تو با چی میشناسی جرد لتو رو؟ الان همه میگن جوکر. آقا این خواننده وکالیست گروه 30 Seconds to Mars ایشون اصلا قبل از اینکه بازیگر باشن خواننده اصلی این گروه بودن. نمیدونم چرا همه با جوکر میشناسن. جوکرش هم خوب نیست آخه. آره خب، ولی خب آقا مثلا تو فیلم دالاس بایرز کلاب هم بازی میکنه، خیلی خوب. کلا آدم باحال خفنیه، خیلی با استعداده و متاسفانه فیلم جدیدش تأخیر خورده تا سال آینده. خب تأخیرات هم شد. بریم سراغ خبرهای نسبتا خوب. اولی درباره فورتنایت. برای طرفدارای فورتنایت اینم اینه که تیم‌های فوتبال، یک سری از تیم‌های محبوب فوتبال، تیم باشگاهی البته، اسکیناشون اضافه شده به بازی. حالا چند تاشون رو من الان بگم. منچستر سیتی یکیشه. از انگلیس خیلی تیم‌های جالبی براشتن. یکیش سیتیه، یکیش وست هامه، فکر کنم وولورهمپتون هم هست. ولی خب از سری آ مثلا اینتر میلان هست، آسه میلان هست، روم هست و یه سری از کشورهای مختلف. جور نبود که مثلا کلا فقط بارسا، رئال و بایر مونیخ، بارسا و بایر مونیخ اصلا نیستن توش. اینا اسکیلشون اضافه شده به بازی. بعد یه خوشحالی بعد از گل پله که احتمالاً دیدین اینجوری میکنه، میپره بغل چیز، نمیدونم بغلی که میپره، آره دستشون اینجوری میکنه، این به عنوان سلبریشن اضافه شده به بازی، ایموت. و یک کاپی هم گذاشتن به اسم پله کاپ که اینم به مناسبت کلا همین رویداد فوتبالی فورتنایت. و خبر فورتنایت ادامه هم داره. علاوه بر اینها اسکین ترمیناتور و سارا کانر، یعنی ترمیناتور T800 که آرنولد عزیز نقششو بازی می‌کرد اضافه شده به بازی. و شایعاتی هست که احتمالاً لارا کرافت هم اسکینش به بازی میاد. دیگه کم کم تمام فرانچایزا رو دارن میارن توی چیزی. آره کریتوس و مستر چیف که آوردن دیگه تموم شد دیگه. کی مونده واقعا؟ و خب لارا کرافت هم احتمالاً اضافه میشه. بریم حالش رو ببینیم دیگه. فورتنایت الان همه چی داره، یعنی مارول میخواین داره، دی سی میخواین داره، سونی میخواین داره، مایکروسافت میخواین داره، یا همه چی توی پکیج بتل رویال جمع کردن.
آره. خب خبر بعدی در مورد واکینگ دده که تریلر جدیدش منتشر شده و همونجوری که میدونین واکینگ دد دیگه خیلی کشش دادم. من واقعا فن واکینگ دد نیستم ولی خب یک کامنت در پشت صحنه ها برسونه. بفهم. گفتن که اسکین ارفان فورس هم تا ای به فورس اگه اسکین هم میزنم آقا من چون قراره احتمالاً در ماه‌های آینده خیلی کاراکتر مگی رو قراره دوباره ببینیم. مگی نمورده بود. مگی آخر سیزن 9 رفت که با ریک که رفت اینم رفت بعد دوباره برگشت الان دوباره قراره برگرده دوباره برمیگرده. این مگی هست. بعد یه عکسی هم از این قسمتایی که هنوز مونده پخش شده بود که پدر گابریل و آرون توش بودن. بعد یه کاراکتر جدیدی به اسم میز آره دیز بود یا میز بود قراره به سریال اضافه بشه. نقشش رو میدونی کی بازی میکنه؟ من اسمش یادم نیست ولی ترمیناتور 2 رو اگه دیده باشین اون ربات بده که آخرش میفته تو آتیش اینجور ذوب میشه اون نقششون بازی میکنه. خیلی کاراکتر خفنیه و خیلی هم سرسخت و با پدر گابریل کلا خیلی مشکل داره. آره همونطور که گفتم از 10 اسفند شروع میشه 6 قسمته و دیگه کم کم داره رو به پایان میره دیگه. سیزن 11ش که آخرین سیزنش خواهد بود. بعدش احتمالاً یه فیلم دیگه میسازن از این مجموعه با حضور اندرو لینکلن عزیز یا همون ریک گرایمز خودمون و دیگه تموم میشه دیگه. این سری اصلیش تموم میشه ولی فیر د واکینگ دد که هنوز هست و احتمالاً یه 10 تا فیلم و سریال و دیگه بازی رو ازش بسازن چون خوبه کلا فیلم خورش خوبه میدونیم چون بازیاش که اومد خیلی خفن بود بعد سریالش که از اونم خفن تر ولی خب یه هرچی کش پیدا کنه میتونه خراب شه. ان شاءالله که این خوب تموم شه حداقل. خب یه خبر خیلی ویژه داریم برای طرفداران بازی زولا که تعدادشون هم کم نیست در ایران. آپدیت 1.28 آپدیت بزرگ 1.28 منتشر شد و انقدر چیز میز داره من اینو واقعا بعد از رو بخونم چون خیلی جزئیات داره ولی خب اونایی که الان تو خاطرم هست اینه که لابی سریع اضافه شده بازی میتونید برید تمام مودهای مختلف رو خیلی سریع انتخاب کنین توش و حالتهای تیمی رقابتی و بتل روی که بتل روی فعلا تو حالت آزمایشیه هنوز نمیتونید تجربهش کنید ولی خب دسترسی سریع داریم به تمام مودهای بازی. و اینکه فان مود یا هم حالت سرگرمی 3 تا حالت مختلف رو در دسترس کاربران قرار میده بعد از این آپدیت که یکیش مود برف بازیه که خیلی باحاله با برف میتونید همدیگه رو بکشید. بعد یه حالت رنگ داره که یه رنگی به صورت رندوم در میاد بعد برین سریع اون قسمتی که اون رنگ خورده رو دیگه هرکی زودتر برسه است. یه حالت مسابقه 2 داره و اون یکی هم بذار ببینم نمیدونم نمیکشه از پشت صحنه میگن که نمیکشه. یه مودم داره که فقط کلت دیگه اینا خصوصا کال آف دیوتی بازار خیلی با این مود آشنا هستن. یه مود داره که فقط با کلت میافتیم به جون هم و همدیگه رو تیکه پاره میکنین همون پیستولا تپانچه خوبه. و حالت رتبه بندی یعنی رتبه بندی به حالت مبارزه تیمی اضافه شده خیلی زیاده. حالا من دیگه ریز به ریزشو براتون یه تعداد زیادشو گفتم ولی کامل میتونید برید تو وبسایت سرگرمی مطالعه کنین. اینم بگم که خیلی بهبودهای فنی ایجاد شده از جمله اینکه پینگ تایم کاهش پیدا کرده لگ کلا کم شده و خیلی راحت میتونید وصل به سرورها بازی کنین و حالشو ببرین. این بود خبر ما برای طرفدارای زولا. خبر بعدیمون برای طرفدارای سبک وحشت و مشخصا مجموعه رزیدنت ایول یا میگن اویل نگین ایول بگین. آره من نوشتاری اویل مینویسم ولی خب گفتاری ایول میگم. رزیدنت ایول 8 یا ویلیج یه نمایش خیلی بزرگ داشت همین 1-2 روز پیش و کلی خبر و تریلر و عکس و اصلا یه عالمه چیز میز ازش دادن بیرون. مهمترین خبرش اینه که آقا تاریخ انتشار بازی معلوم شد. تاریخ انتشار بازی که 7 مه درست میگم آره 17 اردیبهشت 1400. آره انقدر امروز خبرهای تأخیر و چیز داریم ماشاءالله من اینجا تقویم فقط آوردم که یادم بمونه چیا رو باید بگم. و 17 اردیبهشت بازی برای تمام پلتفرم‌ها یعنی نسل فعلی و نسل قبلی میاد. قبلا گفته بودن فقط واسه نسل 9 ولی واسه نسل 8 هم میاد یعنی PS4 و Xbox One. و نمایشی که داشتن خیلی باحال یه چیزایی از گیم پلی نشون دادن و این کاراکتر اصلی بازی که ایتن وینترز هست اسمش توی قلعه ایتن وینترز رزیدنت ایول 7 شما بازی نکردی؟ ایتن وینترز توی قلعه گیر افتاده ظاهرا و این قلعه صاحبش یه خانومی هستش که خیلی سر صدا کرده چند وقت اخیر توی اینترنت
یه خانم خوناشامی هستن که خیلی قد بلند و کلا بلند بالا هستن و 4 تا دختر دارن که خیلی وحشتناکن ولی خودشون خیلی وحشتناک نیستن. بعد به اسم لیدی دیمیترسکو، این لیدی دیمیترسکو پدر وینترز رو در میاره دیگه، بیچاره اونجا گیر افتاده و میدونیم که کریس ردفیلد هم تو بازی هست چون توی PS5 شوکیس دیدیمش که اومد چه بلایی سر ایتن آورد، ظاهرا منفی شده، حالا معلوم نیست چیه. و همچنین گفتم گیم پلی نشون دادن، گیم پلیش حالت بلاک کردن هم داره، خیلی جالبه، میتونی بلاک کنی ضربات، قبلا نداشتیم این چیزیو. آره اینجوری میکنه مثلا یارو زامبیه میاد، نمیدونم چه جوری در برابر زامبی اینجوری دفاع میکنه. و میتونید به این تریلرش وبسایت سگین ببینید. اینم بگم که یه خبر خوبی که آخر این خبرای رزیدنت ایول بود اینه که بازی ریورس، یه بازی مولتی پلییر تو همین دنیای رزیدنت ایول و گرافیکش سل شیده، خیلی باحال. سل شید اگه نمیدونید جای بوردرلندز بازی کرده باشین میدونین گرافیک اون فرمی. خب بعد حالت دث مچ تا 6 نفر اگه اشتباه نکنم و تمام کاراکترهای معروف این سری، یعنی از کلر و لیان بگیر تا اون یارو بیکرا و همه هستن توش. میتونین بیافتین به جونم همدیگر تیکه پاره کنین. اینو به صورت رایگان همراه با بازی رزیدنت ایول ویلیج در اختیار خریداران بازی قرار میدن و گفتم اسمش ریورسه. یه بازی کردن با کلمه ریورس یعنی برعکس کردن دیگه، خیلی باحاله. آر ایورس. و اینم از این دمو بازی هم اینم بگم آخرین خبر در رزیدنت ایول، یه دمو رایگان منتشر کردن فقط برای پلتفرم PS5 به اسم میدن که الان در دسترس، اگه PS5 دارین میتونین برین از فروشگاه پلی استیشن بگیرین. میدن مراحلش توی بازی اصلی نیست، یعنی وقتی رزیدنت ایول ویلیج بیاد دیگه نمیتونین رو بازی کنین، ولی خب یه اشارهایی میتونه بهش بشه. و خبر آخرمون یه خبر خیلی عجیب غریبی بود که خیلی سر صدا کرد، همین دیروز بود که خبرش اومد. اونم این که مایکروسافت اومد در یک حرکت خیلی محیرالعقولی قیمت محیرالعقول یعنی خیلی واقعا برگریزون اومد قیمت لایو گولد رو تغییر داد. قیمت گولد رو اولا 12 ماهه یا همون یه سالش رو کلا حذف کرد و 6 ماهش رو گذاشت 120. آره یعنی خیلی جالب بود این حرکتشون. علاوه بر اینکه یه ماهه و 3 ماهه رو گرون کردن، شما دیگه یه ساله نمیتونید بخرید، 6 ماهه رو باید با قیمت یه ساله می‌خریدین. و خب این یه نکته خیلی عجیبی بود چون الان بازی‌های فری تو پلی مولتی پلییر مثل وارزون رو شما بخواید روی ایکس باکس بازی کنین باید گلد داشته باشین و خب عملا اون بازی دیگه فری تو پلی نیست چون شما دارین پول گلد میدین. ولی خب مثلا روی پلی استیشن شما برای تجربه وارزون احتیاج ندارین که پلاس داشته باشین، رو پی سی هم که کلا راحتین دیگه. و این نکته عجیبی بود، یه عالمه اعتراض و این مسخره بازی‌ها چی و اینا چرا گرون کردین که انقدر دیگه اعتراض زیاد شد که مایکروسافت عقب نشینی کرد و قیمتا رو برگردون به همون حالت قبلی. الان قیمتا اینجوریه: یه ماه $10، 3 ماه $25، 6 ماه $40، یک سال $60. و گفتش که دیگه از این به بعد برای بازی فری تو پلی دیگه نیازی نیست که شما گلد داشته باشین، یعنی یه جورایی مثل پلی استیشن شد. و هنوزم پی سی اینجا در اوجه، مثلا نیاز پول چیه؟ از پول نمیخواد بده، پلتفرم رایگانه همه چی. و خیلی جالب بود، یه سری میگن مایکروسافت اصلا این کاری که کرده بود خیلی عجیب بود، چرا اصلا در عرض 12 ساعت یهو نظرش برگشت. یه سری میگن حربه تبلیغاتی و مارکتینگ بوده و می‌خواستم بگم ما مثلا به حرف چیزامون گوش می‌کنیم، ولی در اصل خیلی حرکت عجیبی بود که از مایکروسافت دیدیم. اینم بگم که بازی رایگان فوریه گلد مشخص شده که خیلی بازی خفنی توش رزیدنت ایول 1 هست، گیرز آف وار 5 رایگان شده و لاست پلنت 2. بریم بازی کنین اگه گلد دارین، خیلی بازی خفنی ان و قطعا ارزش تجربه رو دارن. خب این بود خبرهای ما این هفته و امیدوارم که لذت برده باشین. ما رو تو تمام شبکه‌های اجتماعی که سرگرمی هست که من الان به ترتیب میگم: یوتیوب، تویچ، تلگرام، اینستاگرام، لینکدین، توییتر، یکیش همیشه جا میمونه. و اینم بگم که ما در تویچ سرگرمی هستیم، بقیه جا سرگرمی کام هستیم. خب سرگرمی میاد بقیه جا نمیاد، تو تویچ نمیاد. و اینکه هفته خوبی امیدوارم پیش رو داشته باشین. احتمالاً در هفته پیش رو و هفته های پیش رو یک عالم خبر تأخیر بازم میاد که ما همه رو براتون پوشش میدیم.
و مرسی که تصویر من دادین رفت و من برگشتم. و همین دیگه، امیدوارم که هفته خوبی پیش رو داشته باشین. مراقب خودتون باشین، رعایت کنین. آقا کووید دیگه کم کم داره میره، ما هم یه جوری بدرقش کنیم، به درک فاصلش کنیم و راحت شیم. خداحافظ. آخیش So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. Bet I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize.